سخنان نیکولا تسلا که باید قبل از پیر شدن بشنوید. نیکولا تسلا مخترع، مهندس مکانیک، مهندس برق و فیزیکدان و آینده پژوه سرب تبار آمریکایی بود. امروز گزیده‌ای از سخنان این دانشمند را برایتان بازگو خواهیم کرد. اما قبل از شروع ویدیو لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. نیکولا تسلا میگه که برای من مهم نیست که اونا ایدم رو دزدیدن. چیزی که برای من مهمه اینه که اونا هیچ ایده‌ای رو از خودشون ندارن. بالاتر از همه چیز اینه که من کتاب‌ها رو بیشتر دوست دارم. دانشمندای امروزی عمیقاً فکر میکنن. به جای شفاف اندیشیدن عمیق میاندیشن. برای روشن فکر کردن باید عاقل بود، اما میتوان عمیقاً فکر کرد و کاملا دیوانه بود. اگر میشد نفرت شما را به الکتریسیته تبدیل کرد، برقی تولید میشد که میتوانست تمام دنیا را روشن کند. ناکامی ها و رفتار مؤدبانه ما جدایی ناپذیرند، مانند نیرو و ماده که وقتی جدا میشن دیگه انسانیتی وجود نداره. زندگی هست و همیشه یک معادله حل نشده باقی میمونه، همانطور که مثل یک معادله حاوی فاکتورهای شناخته شده خاصیه. ما مشتاق احساسات جدیدیم، اما به زودی نسبت به اونا بی تفاوت میشیم. شگفتی های دیروز رویدادهای عادی امروزن. چیزی که یک انسان اونو خدا مینامه، دیگری قوانین فیزیک مینامه. اگر میخواین اسرار کائنات رو پیدا کنین، اونا رو از نظر انرژی، فرکانس و ارتعاش مورد بررسی قرار بدین. فردیت زود گذره. نژادها و ملل میان و میرن، اما این انسانه که باقی میمونه. مغز ما سلولهای عصبی بسیار بسیار حساسی داره که به ما امکان میده حقیقت رو احساس کنیم، حتی زمانی که هنوز در دسترس نیست. زمان ما رو قضاوت میکنه. بیشتر افراد جذب تفکر در دنیای بیرون شدن. در واقع اونا از چیزی که در درونشون میگذره غافلن. مخترعان زمانی برای زندگی زناشویی ندارن. لحظه‌های بزرگ فرصت‌های بزرگ رو خلق میکنه. کنش حتی کوچکترین موجود منجر به تغییرات در کل جهان میشه. همانطور که وقایع زندگی گذشته‌ام رو مرور میکنم، متوجه میشم که چگونه زیرک بودن بر روی کل سرنوشتمون اثر میذاره. ما همه یکی هستیم، فقط باورها و انگیزه ها و ترس ها ما رو از هم دیگه جدا میکنه. وقتی تمایل فطری به یک خواسته پرشور تبدیل میشه، این نفر با چکمه های پرسرعتش به سمت اهدافش پیشروی میکنه. در تنهایی ذهن تیزتر و تیزتر میشود. ایده ها در نبود اثرگذاری بر تلاش های ذهن خارجی متولد میشود. یک ایده جدید را نباید بر اساس نتایج فوری آن قضاوت کرد. رستگاری یک شخص فقط به وسیله تلاش‌های شخصی خودش اتفاق می‌افتد. برای شناخت یکدیگر ما باید به فراتر از حوزه ادراکات حسی خود برسیم. اعتقاد من به قانون جبران خسارت استوار است. پاداش‌های واقعی همیشه به نسبت زحمات و فداکاری‌های انجام شده تعیین می‌شود. شهود چیزی است که از دانش جلوتر و دقیق‌تر است. چیزی وجود ندارد که به اندازه طبیعت بتواند توجه انسان را به خود جلب کند و شایسته موضوعی برای مطالعه و تحقیق باشد. درک مکانیسم عظیم طبیعت، کشف منابع خلاق طبیعت و درک قوانین آن بزرگترین هدف ذهن انسان است. چندین نفر مرا رویا پرداز صدا زدند. چگونه جهان متوهم و کوتاه نظر ایده های مرا به سخره گرفت. حدس میزنم انقدر ادامه بدهم تا بمیرم. اسرار بزرگ وجود ما هنوز حل نشده. حتی مرگ هم ممکن است پایان کار نباشد. عاقل نباید ازدواج کند، زیرا هیچ کس نمیتواند به کتاب و همسر یکسان خدمت کند. راز خلاق بودن در تنهایی است. ایده ها در تنهایی متولد می شوند. در سنین بالا از رابطه جنسی دوری کنید. بعد از بوسیدن و معاشقه با طرف مقابل فقط صحبت کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. و یادتون نره که کانالمون رو سابسکرایب کنید.